عجیب سردار تقدیرت تا اینجا بوده است. همین قدر همش دفعه. به هر حال از نجیب خلاص شده. اساس باید اینجا یگید میبود، بعد این کاری ما حل میشد. نجیب چی مرد چی زنده ماند به ما فرقی نداره. نوبت او هم میآید مینیک. خیلی چیکار کنیم، در نصیب ما نبوده است. تو را در این روزها خشنود کردن بسیار هم مشکل است کیا. اگر خواهی از پی یگید شو، کنی به ما همان قابلیت را نشان ده. نه در کار نیست، این کاری خطرناک است. اینجا بمب است. سخش مغلزه. من دقتون رو به خود جلب میکنم. چی مسخوریش میکنم روحش یه دو خرده سر روزه بزیجو خوشش میکنم به این طرف با اون طرف ایستو پلیس دستهای ات رو پسی سر کن. در حال اینجا را ترک کنید. گروه مخصوص بمباجو را زنگ زنید. خبری بمب کی ها وزوده شده بود برادر. تو دیگرش رو یا با اون طرف. تو کیستی برادر؟ من یک یاردمچی همین خلق هستم. من حادثه رو با چشمانم دیدم. گل نگرفته باید دستگیر کنید. ایستید. چیکار میکنید؟ ایستید. یک دقیقه ایستید. آخر من چیکار کردم؟ او را بره. ایستید. من رو کجا میبرید؟ یا نکنی من اینجا بیاید. لبای سردارم. از پس من بیاید. نجیب در کجاست؟ نجیب میماند مگر؟ پاره های بدنش را هم نمییابند. اما دشمنی اساسی همان زنده است. اگر یگید میمرد انا بعد توی میکردیم. آدمی که یگید را به وایه رسانده بود او را نیست کرده. ما را بسیار غم داد. او را خریده نتوانستیم. بر زمین او هیچ گونه کارمند دولتی نیست. اگر به او از یگان جای مدد رسد سلطنت ما را نیست و نابود میکند. تو حالا یگید میگویی مینیک پس کن گریه و ناله را. یگید را میکشیم. فهمیدی؟ همیشه همین خیل میگوییم اما باز زنده ماند و از پیشمان برآمده مانع کارمان میشود. پس آن ما را نابکار میگویم. اکنون در حقیقت شبهه کردن را سر کردم. نابکار مایه مگر؟ حاضر تو را در اینجا سر میزنم. دیگر نه شبهه میماند و نه سواله. مرا شنیدی؟ ما می رویم. شما پاره های جسد نجیب را یافته در نزد امنیت پرتایید. اطاعت سردارم. اگر یگان چیز باقی مانده باشد تو ماشین نجیب را نظارت کن و ماشین ما را هم پرتاب. تو درون را یک دیده برا. در حال یگان شخصی را باید یافت تا به جای نجیب گذرد. میلی سویلای. یک چند رفیقم هست اما حالا سری وظیفه هستم. من کوشش میکنم که آنها را راضی کنم. سری وظیفه چه گپ خودش؟ آیا کسی داریم که ترور را راهبری کند؟ جناب بود اما بسیاری آنها با هر گونه بهانه و افشا شدن جرمهایشان از این کار دست کشیدند. سالهای دراز برای نسل جوان را به اخلاق کردن کوشش زیاد کردیم. دولت را به خواست خودمان راه بلدی میکردیم. در آخر در دستمان شخصیت های باقی ماندند که از سیاست بوی نبرده تنها فکر خود را میکنند. متاسفانه آن تیغی که برای این دولت تیار کردیم هر دو طرفش تیز بوده است. حالا باشد طرف دیگرش دست خودمان را میبرد. زود ناامید نشو مینیک.
پیکاس از دستت هر چیزی که میآید بکن. بعد شخصی یافتن لازم که ظاهرا دیندار، ملت پرست و زراعتکار باشد. فهمو جناب، من باز سر و کار میگیرم. یاری تجلی آمد؟ بله اومد. یک دقیقه آقای مأمور، از برای خدا گوش کنید مرا. من چیکار کردم؟ حیات شما رو نجات دادم. آیا این بمب برای شما به ضرر گردونده؟ بله البته این کار رو من کردم. بله من کردم، اما وظیفه من دیگر است. چه خیلی آن را دیده؟ چه خیلی توانسته؟ البته دیدم که ابزوی آن آدم ویران است. خود به خود گفتم که اینجا چی گپی است. ناگهان دیدم که در زیر لباسش بمب است. گفتم که اینجا بیا به شرف، از گلویش گرفتم. چرا دروغ میگویی؟ یک دقیقه برادر، آیا تو دیدی؟ برای چی چیزی را که ندیدی دروغ میگویی؟ من ندیدم، اما این مکان دیده است. بمب را همین کس به ضرر گردوند. نه این نبود، یک آدم سبزی نرنگ بود. گمانم گریخت. چه خیلی سبزی نرنگ؟ من بودم آخه من. دروغ نگوی. آن آدم به کجا گریخت؟ از کجا دارم برادر؟ به اون طرف رفت. نامتون چی بود؟ خیری کدراغلو. در سرلوه هم خیلی نویسه. خیری قهرمان انسان‌های بیگناه را نجات داد. فهمو این رو نویسه. مرحمت عکس برداری کنید. کلبه همان ترکید. اکنون به کجا میرویم؟ باز مثل موشها گریخته پنهان شده اون پسر میبریم چی؟ اینی زبان تو دراز شده است. خودت چی گفتنت رو میفهمی؟ هوشیار باش. سرت را در بالا نمانده خم کن. پس از اکنونه بیا میرویم، نباشد یکان نامعقولیه میکنی. مرحمت جناب، مرحمت. بمب ترکانت به جهنم رفت. اکنون نوبت توست بسگار. او رو پیدا کردی؟ با گمانم پاره شده. برادر اکنون چیکار میکنی؟ شاید دست و پایش باقی مانده است. گرفته در نزد امنیت میگذاریم. اینجا چیزی هست؟ نه آنها کنی درو؟ این رو ببین. او مرده است؟ من از کجا میدونم برادر؟ با گمانم مرده است. بیا او رو میبرداره. یا نبینید یک ماشین به طرف چپ گشت. با یگید مانندی داشت. تو را واهمه یگید خوب زیر کرده است. دیگر آیدی یگید چیز شنیدن نمیخوام. دهانت را پوش. او حالا هم زنده است چی؟ در حقیقت نمرده است.
نباشد کشتنی وی نصیبی ما میگردد. در حقیقت هم نجیب سردار نورجانه بوده است. پیش از مردن دگان سخنی داری؟ این یگیت است. اکنون چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ میگورزیم. ماشین سوار شو. سردارم. زودتر اکن ما میپرانیم. از خفای ما میاد. زودتر اکن. کجا گم شد؟ و فکرم سوزشگاریش تمام شد. صبر کنید سردارم، حاضر میرسم، طاقت کنید. یگیت هم رفت. دیگر علاج نداری نجیب سردار. چیکار میکنید؟ این دیوانا چیکار میکنند؟ با بالای من هم میکنند. بیرون برا. بپرانم. اگر او را رها کنید شاید که شما را زنده مانم. با من سودا نکن. سلاح را وزن پرتا میگویم. بکشم. رحم نکرده با سرش میپرانم. پرتا میگویم. مرحمت در رئیس آقای دوست. خوش آمدید آقای دوستان. در اینجا چه گپ شد؟ آقای دوستان یک بمب را بی‌ضرر گرداند. احوالش خیر؟ او مرده است. یگان حجتی دارد؟ شاهد است؟ از کیسه‌اش یگان چیز نبرآمد. لیکن یک شخص را دستگیر کرده. بمب را بیکار کرده است؟ نه دوستان. شخصی اساسی گریخته است. دیگرش باشد در اینجا. این کاری خیری است؟ باز اینها. پس آدمی گریخته یگیت است. نوری دیده تاج سر آقای دادستان. خوش آمدی نیازی. من حاضر گفتنی هم که نه ندیدم نشنیدم من نمیدونم. گپ را دراز نکن. یکی در کجاست خیری؟ گفتم که نمیدونم. چند روز شد که ندیدم. از اون خبری ندارم. نیازی به نجیب سردار خبر ده. زود به اینجا بیاید. پس از کجا فهمیدید که در اینجا بمب است؟ برای چی به امنیت خبر نمیدید؟ خیری بیزار شدم از این قهرمانی های شما. آقای دادستان من به این حادثه علاقه ندارم. من سیر و گشت میکردم دیدم که جنازه شهیدی است. در حال به صف ایستادم. گفتم که یک دعای خیر کنم. این سخنهایت را با چوجاها فهمان خیری. آقای دادستان تلفنش خاموش است. آیا گروهی بمب بیکار کنندگان نامدند؟ حاضر می آیند آقای دادستان.
بیانات شاهدان را گیرید. کنی بینید یگان کس دیده یا شنیده است. به نوارهای خبرنگاران نظر کنید. مایلش کنی رفیقان شنیدید سخنان آقای دادستان را؟ سلاحت رو میپرتا یا نه؟ نباشد سردارت رو میپرانم. رحم نکرده میپرانم. پرتا میگویم. این مرگت رو میخوانی سگ بچه. تو چی ها میگویی؟ میگویم که گناه سری من ساخت شد. سردارم. با شما چی شد سردارم؟ چه حال دارید؟ راستی بله منم سردارم منم. التماس میکنم آرام شوید خفا روید. اینجا بمب رو به ضرر میکنم. خلال نرسونید. خفا روید. التماس میکنم نزدیک نشوید. التماس بچه‌ها دورتر روید. اینجا خفناک است. دورتر روید. تیمور سردیه سرمو رو عکس برداری کنید. رفیقان نزدیک نشوید. رادیه مانید تا اینکه کارم. سردارم خواهش میکنم به خود بیایید. سردارم چشمانتان را گشایید. سردارم طاقت کنید. بگید با دقت باش. سردارم التماس به خود بیایید. کمی دیگر صبر کنید. انشاءالله همش خوب میشود. ای برادران شما چیکار میکنید؟ اگر من نمیشدم شما میمردید. همین خیلی میله داره میکنید ها؟ اصلا تو رو با آنها دادن لازم بود اما باز غمی تو رو ما خوردیم ها؟ بگید احوال من بسیار بد است. سرم درد میکند. مرا با حال خدا ببخشید سردارم شما را به این حال تنها نمیگذارم. خیزید. اگر مرا نجات هم دهی از من خلاصی نداری. این رو میدانی؟ میدانم سردارم میدانم. حالا که فرصت داری گریز. نه نمیگریزم سردارم. وقتی که شما از پای من میشوید حیات برایم باز هم عجیبتر و پرهیجانتر میشود سردارم. این گریختن ها و دستگیر کردن ها با شما لذتی خاصه دارد. علاوه بر این اگر من سرکش شدم ولی شما برای این وطن ضرور هستید سردارم. یکی مراتب من راه خودم رو دیدم و گمانم که رحلت میکنم. سردارم چشمانتان رو گشایید. سردارم خواهش میکنم. سردارم خیزید سردارم. سردارم طاقت کنید سردارم. حاضر سردارم. طاقت کنید. التماس سردارم. طاقت کنید سردارم. خوش آمده دالی جناب. خوش باشه. کاری ایگی چی شد؟ حل کرده؟ حل میکنیم و دیرتر نتوانستیم. یگید نآمد اما از پیش رو همان نجیب برآمد. بسیار خوب. به هر حال از این دردسر خلاص شدیم. مسئله جنازه شهید شما چی شد؟ چی شد؟ آیا یگان حادثه رخ داد؟ التماس نگوید که کامیاب نشدیم. متاسفانه کسی مراد را از بین برده است.
انیق کاری یگیت است. نباشد برای همین به خانه نآمد. این امکانی آخری نمان بود سمی. برای چی اهمیت ندادید؟ برای چی پیشگیری نکردید؟ آری جناب نمیدونستم. فکر کردیم یگید به آنجا نمی آید، یعنی آمده نمیتوانست. هیچ تصور کرده نمیتوانم در حالی که پلیس از دنبالش است. البته تصور کرده نمیتوانید. شما را نمیشناسید. آنها برای دیگران جانشان را فدا میکنند. ما میشناسیم. بعد چی شد؟ کامیاب نشدیم. تو خاموش باش مینیک. امروز گذشت. بس کن خاموسته را، نباشد تو را من ابدا خاموش میکنم. فهمیدی؟ کنی همه بدرون درآید. شیرک من و باید سردورم چند آدمی که هست به این تاجر زن همه باید شار شود. یگید تا حال در همین جاست. یگان نفهمیه که شد به من خبر دهید. تو ات سردورم. زود باش. تو هوشیار شو. در حدیث آمده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. این کار این خیلی نمی شود عالی جناب. در هر یک قدم زدهمان پیش راه ما را می بندند. مینیک چی کار میکنی؟ از حد گذراندی. مان گپ زند، دلش را خالی کند. محترم عالی جناب، وطن از دست می رود. در سرمون گشته و برگشته ضربه می زنند. پیش راه یک چند کودک دهاتی را گرفته نمی توانیم. یک سردار امنیت و یک سرکمیسرچه جان همه امون را به نوک بینی آورده است. این است مگر قوه تعریف کرده گلجا؟ آیا عاقبت فعالیت بزرگی که تا به حجره های وطن در آمده بودیم همین خیل می شد؟ آیا 5 انقلابی کرده امان برای 2-3 سال سر قدرت آمدن بود و خلاص؟ آیا عاقبت چندین فتنه و خرخشه کرده امان این خیل باید انجام می یافت؟ همین است مگر قوه ارکن کاندو نصف ما در محبس است؟ ما باشیم شرمندوار گشتیم. مرا گوش کن مینیک، جانم را به نوک بینیم آوردی. دهانت را پوش نباشد زبانت را میبرم. نمیپوشم. وقتی آمده است که بعضا سخنها را عیان گفتن در کن. آرزو از دستش هر چیزی که آید میکنند. عزیز خانم باشد شب و روز نگفته برای ما نسل نورز را به وایه میرساند. سمی جانش را در خطر گذاشته با هر بهانه ما را از محبس میبرارد. پس ما چیکار میکنیم؟ یک یگیچه را کشته نمیتوانیم. این سخنهایتان حقیقت ندارد عالی جناب. چی خیلی ندارد سمی؟ 100% حق است. نابکاریم، این را باید قبول کرد. نابکاریم. پیکاس گوش کنه این نوبکار. تو میدانی چیکار میکنی؟ تو کسی مرا میزدی. پیکاسیست. جنابان بس کنید. مرا دشمنانم این قدر پس نزده بودن پیکاس. حتی از آنها این خیلی رفتار را ندیده بودم. عالی جناب این شلاقی زده را میخواهم. پیکاس جوابش را گوید. در حال میخواهم. اگر مرد باشی خودت از من پرس. کنی بیرون. جنابان التجا میکنم ایستید. وقتی یکدیگر را خوردن نیست. آرام شو. زورت به من رسیده؟ خیلی خوب شد که شما رو بخوردم. کیگی؟
آی این دادم نیست مگر دادا شما در اینجا چیکار میکنید؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ جیگیت با نجیب چی کردی؟ اگه یکی با دادم چی شد؟ بگو با او چی کردی؟ یگیت گبزن چی واقع رو داد؟ تو دیگر همکاری من نیستی، با تو دیگر همکاری نمیکنم. مینیک عقلت رو بسر گیر، از حد گذراندی تو. حال جناب این خودش چی گپ است؟ مثل من بر این یک شخصی بزرگ زبردست و داهی را این نابکار تحقیر کرد. شما باشید برای کاری کرده او خاموش میستید، آخر چارهش را بینید. حال جناب چی؟ چی گفتی؟ آرام شو. حاضر من به تو نابکار را نشون میدهم. جناب فیسگار آنها را بغض دارید. بس کنید گفتم. خودت به دست گیر، خودت به دست گیر. به بیرون برا. چه خیل عالی جناب؟ بیرون برا گفتم. سردارم با گمانم شما چی گفتنتون رو نفهمیده. دف شو از اینجا، نیست شو از پیشم. تو را چشمم نبیند. سمی او را گرفته ببر. سردارم بیا کمی برآمده هوای تازه کنیم. بیا. این ناممکن است. سمی برادر، آخر این رو بین. التماس آرام شو. من حل میکنم این کارو، بعد میگم. التماس آرام باش، من حل میکنم. التماس چی حل میکنی؟ بیا شما دیدید؟ آرام شو. دیدید آخه این چی گذر؟ آب بیار. نه آب نیار، نمینوشم. نخواد که این قدر بی قدر شده باشم. اگر اثری من را به گلیوود میدادن هیکلم را عذاب طلا نقاشی آب را نوشید. این کارهایی کرده تون عیب و شرم شد، پاره پاره شدیم و یک دیگر رو چشم دیدن نداریم. همش عیبی پیکس است. او کامیاب نمیشود و قهرش را از ما میگیره. مرحمت. کنی گبزن با دادم چی کار کردی؟ او را کشتی ها؟ گبزن تو چی ها میگوی نوربانا؟ مگر من داده تو را میکشم؟ دروغگو نباشد. گبزن برای چی زخم برداشته است؟ برای چی؟ شما برای چی این خیر فکری بد میکنید؟ نخواد که من بسری او دست بردارم. از برای خدا. برای چی فکر نکنیم؟ تو نبودی که بر سرش سلاح موندی. کاش این کاری تو نباشد. کاش این سخنهایت راست باشند. یکی شما مرا دیوانه نکنید. نخواد که من به نجی تردال خستی بدی داشته باشم، در حالی که من آماده‌ام جانم را برای او فدا کنم. مگر به خود اجازه میدیم که به او ضرر رسد. میبخشی او، لیکن بعد این قدر حادثه ها از تو همه کار رو انتظار شدن ممکن. آرام شوید آقای. نه آرام نمیشوم. با من زود کلمه آرام شوید نگوید. آرام نمیشوم. هممون از یک طرفیم. این کار خوب نشد. پیکس و پیسگار دوستان جانی می باشند. چی با پیکس لاف زنی، چی با پیسگار، هر دوش یک است. تا حال نمیفهمم که پیسگار آن نابکار را چخیل همراه خودش میگیرد. تو کارهای بسیار خوب را انجام داده ایستاده ایسمی. بسیار آدمها را از محبس خلاص میکنی. همه ای کارها دقیق و صحیح است. نظریه دعوای محکم کردن پرتیه کاری تو بود یا خانم عزیزه؟ انسان مکمل است. کودکانی کمبیز و عد را انتخاب کرده ضد مقدسات ترکیه به وایه میرساند. بعدا آنها را به افسران خاندار کرده با جاسوسی وظیفه‌دار میکند. آنها چیکار میکنند؟ سالهای دراز است که گویا نسل نو را باسواد کرده این سرزمین را به پا میخیزانند. ویران کنی. عینه نمیخیل. اصلا من
رفته با پیسگار روبرو سخن میکنم. من میروم. بله من میروم روبرو سخن میکنم. های آرام شو، آرام شو. ایستید آقای کایا، به این هم همه در غضب ساخیر. از برای خدا گپ زن، از برای خدا گپ زن. ما با تو چی بدی کردیم؟ برای چی همه این کار را زیدی ما میکنیگی؟ نانمون را با تو تقسیم کردیم، در خانه همون را برایت کشادیم، حکه شدیم، اپا شدیم. چی کاری خطا کردیم که تو علیه ما این کار را روا دیدی؟ اپا آروم شوید اپا. نیست گپ زن، از ما چی خطا گذشت؟ فهمون تا که فهمیم. نجیب تو را مثل برادر دوست می داشت، از همه کس و از همه چیز بسیارتر دوست می داشت. فهمون آرام شو. آرام شو. گفتم که میروم. آقای مینیک، این کاری کردتون در حقیقتا مرا به تعجب آورد. شما بر این شخصی با ابرو نخود چنین رفتار کنند. چقدر رفتار کنم؟ مثل یک آدم عادی مرا پس زدن. نباید صبر و تحمل رو از دست داد. اگر غضبناکم که شوید نباید نمایان کنید. این همه رو ما از شما آموختیم. پس اون فکرهای سحرناکی که به همه میگفتید حالا کجا شدند؟ وقتی که شما سخن کنید انسان ها مثل جادو کرده شده میشوند. جنگ رو آغاز میکردید. شما مغز سر ارکین کاندو میباشید. غضبتون رو فروی نبردنتون مرا به حیرت آورد. راست میگویی؟ گوش کنید آقای مینیک، با شما یک چیز رو میگویم، اما التماس بین خودمون ماند. التماس میکنم بگو. از ناکامی پیکاس و پیسگار مثل شما ما خیلی ناراحتیم. مدت زیادی شد. اگر خواهید این مشکلی ها رو با راهی دیگر حل میکنیم. یعنی چی حل میکنیم؟ کمی فکر کنیم. سری همه امون در بلاست. این زمان یا اون زمان امنیت ما را دستگیر میکند. ناکامیابی های آنها نمیشد ما مگر به این احوال گرفتار میشدیم؟ البته نه، لیکن من تا حال فکر میکنم که این کار را چطور حل کنیم. مثلا به انجمن یک قربانی تکلیف کرده میتوانید. یعنی چی خیل؟ پیسگار رو میفروشیم؟ کلمه فروختن آنقدر خوب نیست، لیکن ما آنها رو میفروشیم. باید با انجمنی بزرگ مشورت کنیم. قربانی، مشورت، داد و گریفت، این صدا به گوش آنقدر خوب نمی آید. چرا نه؟ آخر آنها مغز سر نیستند. آنها از پایه عبارت می باشند. در بدن تنها مغز سر عوض کرده نمی شود. دیگر عضوها مثل دست و پا همیشه عوض کرده می شود. حجره نو، درس بیولوژیا. اما چی خاموشی یگید بیسترم برای چی خاموش میستی؟ چرا گپ نمیزنی یگید؟ شما برای چی فکری بد میکنید؟ قسم میخورم که من با نجیب سردار یگان کاری نکردم. یگان کار او را در همین حال یافتم و ماشین سوار کردم و میمارخانه آوردم. نباشد برای چی به سرش سلاح موندی؟ مجبور بودم، علاج نداشتم. برای چی مجبور بودی؟ برای چی؟ برای چی؟ بچه برای چی با او گپ میزنید؟ من رفته پلیس رو جگ میزنم. میمدو رو برای چی زدی ها؟ گپ زن، او رو برای چی زدی؟ اگر میمورد یا معیوب میشد چی ها؟ اگر من او را یارادار نمیکردم او حتما مرا میکشت. پس چیکار میکردم؟ گویا چیکار میکردم؟ تو رو میکشت چون که تو دیگر آن را کشته بودی. الپری، نوربانو رفته با پلیس خبر دیه. بیا الپری، رفتیم. این کارو نکنید. چیکار میکنی یگید؟ آیا بسری آنها هم سلاح میگذاری؟ بس کنید، دور شوید از نزدم. مرا به حال خود گذارید. هم گناهگاری هم بسری ما داد میزنی.
تو با کدوم عقلت به ما داد میزنی؟ رانا، اگر من نمیشدم حالا نجیب سردار مرده بود، اما شما مرا فهمیدن نمیخواهید، باز مرا گناهگار کردن میخواهید. همین نه. خیر بایلش، اینش رو هم تحمل میکنم. بس است. تا باز دید. اپیونه میلش باید آرام شوم. کنی به زیر دلم یک فکر کنم. چی کار میکنی منی؟ فکر میکنم باز چی کار کنم. چی کار میکنی؟ سمی جان، از تو یک خواهش دارم. حاضر بدرون درا به پیسگار بگو که از آنها بخشش پرسیدن میخواهم. بگو که بسیار پشیمان است، حتی از گریه چشمانش ورم کرده است. انا این فکری خوب. گبزن که دستایتون را بوسه کردن میخواهد. باز بگو که به زیر پایتون بزانو میزند. طاقت نمیکند، مرا دوست میدارد. البته قبول میکند. البته قبول میکند. زنده باشی آرزو جان. رحمت عزیز خانم، شما در حقیقت دوستان من و رفیقان همدعوای من میباشید. قاتل ایستو پلیس. از جوات نجو. را دستگیر کرد. دستو به قفا. من فقط خصاصی پدر و زوجم را ستاندن میخواهم. من عدالتی حقیقی را میجویم. خوب استی؟ خزد آقای پلیس. تپانچه‌تان رو گیرید. دادم کی بود؟ یکیت گندوزه. در حال خبر دهید که او را دستگیر کنند. مایلش مرکز بشنوی. مرکز همسر نجیب یلماز شمایید؟ بله، چی شد؟ دکتر شما رو اویا به نجیب حادثه رخ داد؟ نمیدونم، دکتر میگوید نزد من بیاید. اوی چی شده باشد؟ برای چه آنها مرا فهمیدن نمیخواهند؟ سردارم هم میمدو هم نسبت به من فکری بد دارد. برای چی مرا نمیفهمند؟ همه این کار از پس آن پیسگار بیناموز به سرم آمد. رسیل نابکار. بیشرف، اگر به قعر زمین هم درای تو را کافته به جهنم میفرستم پیسگار. محترم دکتر، همسرش آمد. آقای دکتر مراجع زدید؟ بله، سلامتی آقای نجیب خوب است. یگان زخم جدی ندارد. انشالله خوب می شود. خدا شفا دهد. شکر خدا. خدا را شکر. ترسیدم که باز یگان حادثه روی داده باشد. دادا نجیب. نجیب نترسه خوبه. شما کی به اینجا آمدید؟ ما در همینجا بودیم دادا. با زیارت یکای ممدو آمدیم. نجیب، این چی حال است؟ هر روز یک خبر داغی میشنویم. به خدا که در سرم دیگر عقل نمونده است. با سر نکن زنک. چیکار کنم که در این دولت آدم های بد بسیار باشد. غم نخور، همش میگذرد. مرا کجا میدید آقای دکتر؟ 2-3 روز بعد. امکان پذیر است. من اینقدر طاقت نمیکنم. امشب که گذرد باز چاره‌اش را میبینیم. او را با اتاقش برید. اوه سردارم، با خبر شده در حال آمدم. خدا شفا دهد. تشکر ممدو. به خدا مثل شما بر این سرداری فداکار را یافته نمی شود. خودتان را زیر بمب پرتافتید سردارم. چی لازم بود آخر؟ خدای توبه، با این نگاه کنید باز شوخی میکند. چی یگان جوی خنده آورش است؟ ما را یک دقیقه تنها گذارید. شما هم مندو کنی به این خشین شین کمی گذاشته شین. بخیر است سردارم. مندو باید در حالی گیت را یابیم. میابیم، اما با این احوالمون چخیل میابیم سردار. تو چخیل میباشی؟ شما گوید سردارم. با فکرم که خوب هستی. فهمیدم. این تیری از پایم برآورده رو اکنون به پای یگیت خواهم زد. مندو آرام باش. یگیت حیات مرا نجات داد. از او امید دارم.
تا حال انسانی خوب بودن او را دلم گواهی میدهد و این را امید دارم. ایمان ایدی مرا گوش کن. از پی ثابت یا اینکه خیری یگید را یا با آنها رفت آمد دارد، فهمو؟ فهمو سردارم، فهمو. خانم همشیره، خانم همشیره، او کجا شد؟ رفت؟ نه عالی جناب، در نزد در است. بسیار غمگین است. اگر اجازه دهید از شما بخشش پرسیدن میخواهد. با او بگو که اکنون دیر شد. اگر تنها خودش حکومت را نیست کند هم او را نمیبخشم. این قدر هم نه پیکاس، تنها از من نه. اگر از پیکاس هم بخشش پرسد قبول میکنم. جناب هر کاری کرده از جزایش را بیند. کایا مینیک برای من شخص معتبر است. بسری همه چنین حادثه ها می آیند. کار یگیت را انجام داده نتوانستیم. به هر حال ما بزرگیم و میبخشیم. جیغ زنید او را. سرداری عزیزم، میدانم که از من رنجیده اید. هر چیزی که میگویید شما حقه. هر جزایی که شما با من میدید من راضی. التجا میکنم مرا ببخشید. میدانید همش برای همین دعوای خودمون بود. عالی جناب، من غلام صادق شما هستم، خدمتگار شما هستم. هزاران بار پشیمان هستم و از شما میخواهم بخشش پرسیده دستتان را ببوسم. مرا ببخشید. مرا غمگین کردی مینیک. سردارم، از آنه که شما را غمگین کنم خودم را از دهم آشانه جان جان گفته میپرتایم. دستتان را بوسه کردن کافی نیست، پس آنو زده پایتان را میبوسم. نه تنها از من بلکه از پیکاس هم بخشش پرس. بله سردارم، با جان دل. برادر جان، مرا ببخش. در داخل عائله این خیلی نافهمی ها می شود. التماس مرا ببخش. میلش، من این کار را که کردم ناگهان شد. بسیار هم عذر میخوام. کنی بگو که مرا بخشیدی. پیکاس زودتر باش، تو هم کارو دراز نکن. آیا نمیبینی که کایا مینیک چقدر صمیمی میباشد؟ ای برادری جانیم، اگر بار دیگر همه خطاگی را تکرار کنم سلاح را بسرم مانده پران مرا کشته بنزد لاش خوران پرداخت. مایلش مینیک، همین قدر بس است. سلاح را ده. من و پیکاس صمیمی بودنی تو را باور کردیم. بعضا حیران می شوم. اتفاق بودنمون را دیده در حقیقت در حیرت میمانم. محترم رفیقان، محض همین دعوا می باشد که ما را سرجم نگاه می دارد. فکر کنید که بین ما یگان حادثه رخ نداده است. روزهای پیش اومد برای ما خیلی سمی یک کاری کرده مرا امشب به انجمن واخوران. کاری همه‌شان را به انجام میرسونم. نباید قهر و خشم باشد. از زمین تا آسمان حقت سردارم. امانتی که سردارم به من داده بود خیانت کردم. خواهرم را به جای ایگید انتخاب کردم. از پشت من شده سرش در بلا ماند. التماس مرا ببخش. همه کار را برای خلاص کردن خواهرم از دست آن نامردان کردم. همه کار را ویران کردم. سردارم، برای چی این خیل شد؟ امانتی داده را به جا نآوردم. برادر یگید را صاحبی کردن نتوانستم. از پشت من شده به دست آن حرامی ها افتید.
همه این کار برای او شد. مرا تهدید کردند. یگید این را نمیداند. با او گفتن نتوانستم. نمیدانم که او مرا میبخشد یا نه. او به تو جواب دادن نمیتواند. من جواب میدهم. یگید تو را هرگز نمیبخشد ثابت. عالی جناب، التماس این واخوری فوری را خوش بپذیرید. کایا مینیک اصرار کرده ایستاده است. چرا؟ عالی جناب خودش به شما میفهماند. مثل همیشه بسیار مسئله های مهمی دارد. سردارم به فکرم که گوش کردن میخواهید. جغ زنید بیاید کنی بینم چی گفتنی ها دارد. یگان ناخوشی نبرایت خوب است. خانم عزیز مرا قبول میکرده باشد. سمی که باشد میکند، پروا نکن، غمش رو نخور. سمی نه تنها با عقلش بلکه با خونش آدمی آنهاست. کنی بینیم. اکنون همه کار در دست شماست. کاری کرده انجمن را راضی کنید. اگر راضی کرده نتوانید، آن واخوری بیخبری پیسگار کرده اتون البته به گوش آنها میرسد. شما نگران نباشید، من راهش را مییابم. تا به امروز دلی چندین کس را یافتم. شما از من منتظر مژده باشید. تو بعد خیانتی صادر کرده چطور توانستی به نزد پدری من بیایی؟ ثابت. این خیل گپ نزنیگید. چیزی که هست تو نمیدانی. مثلا سیرشتی تو؟ سیرتی اصلی تو را؟ مرا بکش و این خیل گپ نزنیگید. خیر با تو بر این خائنان چه خیل گپ زنم؟ اکی ثابت. ما در این دعوا تو را ثابت میشمردیم، لیکن تو نابکار برآمدی. من میروم. اکی ثابت. برای چی این خیانت را به من روا دیدی؟ بگو برای چی خواستی که من به محبس روم؟ دیگر معنا ندارد این کار. تو کارت را علکه کردی. بگو برای چی کردی؟ برای چی مرا فروختی؟ نمیگویم ایگید، نمیگویم. میگویی؟ از من چرا پنهان میکنی؟ بگو همش را بگو. میگویم ثابت. برای شان و شرف خواهرم کردم. آن احمق، آن دختری دورویه را تا حال خواهر میگویند؟ ثابت. پس اگر او خواهرت باشد ما کیم؟ ثابت. ما برادری تو نیستیم اگر؟ میلش در محکمه مرا فروختی، زیر خطر ماندی. پس چرا در آن خانه هم مرا فروختی؟ برای چی؟ گپزن. مرا فریب کردند. فهمو. با من گفت که مرا از دست آن آدم ها خلاص کن. آیا من چیکار میکردم؟ برای چی باور کردی؟ گپزن. آیا تو نمیدانستی که وی پشتیبان دوای آنها میباشد؟ نمیدانستی مگر؟ میدانستم. پس برای چی باور کردی؟ خواستم که باور کنم. میفهمی خواستم که باور کنم. و تو خواهرت حیات خوشبختانه خواهانم ثابت. یگید تو مرا نکشی، مرا از نزد دور نکن. همین خیرگوی یکمین خائنی که میکشم این تو نیست ثابت. عرض و سپاسم را بپذیرید. عالی جناب، من بر این یک شخص ناکس و عاجز را به حضورتان قبول کردید شکر میکنم. مثل من بر این یک شخص ناچیز در حضور شما بودن این بهترین شرف است. مینی گپ را دراز نکن، سری مقصد بیا.
چطوره که خودتان میدانید ناکامیابی هایی که وقتهای آخر رخ داده ایستاده است خطر کلان برای 200 ساله حکمرانی ما در این سرزمین می باشد. کودکان دهاتی به بالای سرمون برآمدن. مینیک، ما هم از این کارها با خبر هستیم. گپ را دراز نکن. تو چه فکر داری؟ بگو. التجا میکنم خطا نفهمید. این کار اصلا اختلاف شخصی من نیست. باوری دارم که این خیلی است مینیک. فقط از خاطر دعوای عالیمون میگویم. متاسفانه آقای پیسگار از عهده این وظیفه مقدس برآمده نمیتواند. این کار انقلاب تو را آموخته کرده است. حالا باشد از علیه نزدیکترین دوستانت تبادلات کردنی ها؟ عالی جناب، انقلاب کردن این اختصاص من است. حقیقت عیان و بیان می باشد. از شما خواهش کرده و گریه کنان خون پیسگار و پیکس را طلب می کنم. همین مسئله را یک دیده برایید. مرا خطا نفهمید عالی جناب. پس کدام نقشه را فکر کردی؟ اینش را شما میدانید. به خون انجام دادن یا اینکه به خون؟ زودتر این کار را با آخر رسان. آخر رسان. ثابت، تو از پی کار خودت شو. باز همین گناه کشتنی برادر به من نمی رسید. آیا باز یک جا می شویم مثل روزهای گذشته؟ ها؟ تو از پی تقدیر خودت رو. این لحظه های واپسین عمر من است. اگر یک جا نشویم برای من مردن و زیستن فرقی ندارد. یگید اگر این کار تو نکنی من میکنم. تو چی کار میکنی ثابت؟ در جاشمان زودتر. از آنه که بنا میخواین زنده مانم مردنم برایم بهتر است. یگید تو این سلاح را با من ده. سلاح را با من ده گفتم. آن از آن من است. ثابت گفتم که با من ده. تیزتر. تو چی کار میکنی ثابت؟ مگر دیوانه شده ای؟ آیا تو دیوانه شده ای؟ قریب بود که مغز سرت را پاش میدادی ثابت. یگید من با تو بازی نکرده ایستادم. از اینجا یا مرده من میبراید یا اینکه باز مثل پیشینه دوست میشویم. برای من راه دیگری نیست. اوکی ثابت. میگویند که اسبی که یک بار آب خورد سرش را نمیبرند. وقتی که تو رفتی گویا که پایهایم را بریدند. اوکی ثابت. تا مردنمان ما بر ضد آن نامردان میجنگیم. مایلش. مینیک، من یک چیز را فکر میکنم. چرا آرزوی نیز کردنی پیسگار را داری؟ انجمن بزرگ حادثه ویدیویی فیته را پیش از انتخابات تشکیل کردیم و نتیجه میخواستگی همون را به دست آوردیم. پیسگار و آدم های نابکارش میترسم که بعد از نشر شدن فیته ها نقشه هایمون را برباد ندهند. در 20 سالی که انتظارمان است امکانیت بهترین است تمام محاربه هایی که باختیم از این روز اعتباراً با یک قربانی خونین سر میکنیم. برای انجام دادن این کار یک انسان با تجربه و روشن فکر لازم است سردارم. برای این تغییرات باید یک تبدلات خونین را انجام دهیم. مثلا چگونه تغییرات؟
یک تغییراتی که به همکاران روی زمینی و دوستان جانی امان اتحاد شده در سال 2011 به شما حکومت طلایی را تقدیم کنیم. پسگار را دوست می‌دارم، اما یک سال شد که در یگان نقشه های عملیات و سوی قصد دادهتان موفق نشد. یعنی یگانه پسگار گناهکار هست؟ البته عالی جناب، اما وقتی که انجمن بزرگ پسگار را از وظیفهش آزاد کند، پس همه به خلاصه آمده خودشان را به نظام می درارند. یعنی که با گروه های تابستانه برای رفرندومی که در تیر ماه می شود خوبتر آماده می شویم. این فرصت بزرگ است. مایلش باید این مسئله را کمی فکر کنیم. قرار نیست که به آسانی دهیم. در بیرون منتظر شو، تو را جغ میزنیم. تشکر عالی جناب. امیدوارم. چه شد پیکاس؟ آیا یکم گپ شد؟ کایامینیک از شما بیخبر با انجمن بزرگ وا خورده است. حالا باشد در آنجاست. تو چی میگویی؟ چی خیل میشود؟ با کدام جرأت؟ جناب از پس ما چی کاری کردنی است؟ از این امینم. چی شد مینیک؟ کنی بینیم قرارشان را میداده باشم. بسیار هم در هیجان می باشم. پس کی معلوم می شده باشد؟ معلوم که شد جیغ میزنند. دلم قریب میکفید. احمقی نابکار، همه ما را میفروشده؟ حالا ایستید. در حال خودتان را گم نکنید. مینیکم مرا به آسانی نمیفروشد. شاید یگان کاری عاجلش باشد. شاید انجمن دعوتش کرده باشد. جناب این کار خطاگی ندارد. التماس این را به اینابت گیرید. مایلش او را جغ زنید، از گوشهایش میکشم. اگر در حق ما یگان سخن ناشایه میگوید؟ گفتم کو مینیکم این خیل کار نمیکند. آرام باشید. اینا با کار چخیل اینقدر ناباور است نمیفهمم. کاش که امروز که فرصت بود او را پرانده میکشتم. وقتی اینجا آمد پس میبینید که شما خطا کردید. صبر کنید. آقای منی انجمن بزرگ شما رو جغ میزند. قرارش رو برآورد. وای منتظری خبری خوش می باشیم. یا خبری خوش رو میگیرید یا کله مرا. من رفتم. سخت میترسم. ما با گفته های تو نظر کرده قرار دادیم. اول اینکه تو خدمتگار پسگار هستی و این رفتاری که نسبت او میکنی ناحرمتی است و کاری خوب نکردی، اما سخنهای تو حقیقت دارند. ما این رفتار تو را همچون صداقت به دعوای بودهمون میشماریم. آیا خطا نمیکنیم؟ در حقیقت هم فکر خوب کردید سردارم. میدانید همش برای همین دعوای خودمون بود. تو حق بودی. تو را مشاوری مخصوصی انجمن انتخاب کرده وظیفه دار کردیم. جدی میگویید؟ ما که در کار ما شوخی کرده بودیم. نه انجمن بزرگ، میبخشید عالی جناب، از خرسندیم. من از این پس مشاوری شما هستم. بله، حالا میتوانی که روی نقشه کارت را گیر و کارهای لازمه را فردا سر کنید. کوشش میکنم لایق این کار باشم عالی جناب. میتوانی که بروی. عجب چی شده؟ کایا؟ کار حل
شد. چی گفتن؟ پیسگار پیکس حاضرال نام نشانشان نماند. پس چی کار میکنیم؟ آرزو تو به این حجت هایی که در دستت می باشد به نزد نامزد علم حاضرال می روی. چی مواد است؟ ویدیوی شرم‌آوری حاضرال با دوست داشته‌اش. این را برده به او میگویی که یا بیمار میشوی یا اینکه در زیر خاک میشوی. یک تا را انتخاب کن. پس از پیکس چه خیل خلاص میشویم؟ انجمن از او به آسانی خلاص شدن نمیخواهد. یا با ما همکاری قبول میکند یا اینکه به مزار میرود. مایلش بگاه به او یک نانشته کاری کلان تیار میکنم. نه او قبول نمیکند. میگوید که من به پیسگار خیانت نمیکنم. دیدی که نشد او را کش. حیف میشود. پیکس آدمی نغز است. بلا به پس سرش مثل او سرها آدم است. آنها را اینقدر واهمه نکن. ما باشیم با تو به نزد پیسگار تو آدمی با مهارت را روان میکنیم. سرش را بریده به امنیت میفرستیم. مینیک این وحشت آور است. تو یگان جانور را سر زده ای؟ سمی باید عبرت شود. عبرت وقتی آمده است که همه باید بیند تا انجمن علیه نابکاران چگونه رفتار میکند. فراموش نکنید پیش از بریدن سری پیسگار از تلفن او به ایگیت زنگ زنید. همه گناه را به سر ایگیت میزنیم. حالا همه از پی کار شود. از من منتظری خبر باشید. فهما شما برایید. من با انجمن آیدی یک مسئله مهم وا میخورم. مشاوری مخصوص انجمن شده. باور میکنی؟ مرحمت. فریاد کنم نمیرسد آوازم. من نی بخرم تو را به نی بنوازم. نیازی درک شو. سرکمیسر با دقت باشید. این سگ‌ها دارو کردگی نیستن. باز یکی نگذارم. نیازی چی مرا با سگ برابر کردی؟ حیفی تو. گپ نزن. سرکمیسر شما رو این خیلی دیده خیلی غمگین شدم. انشالله که بخری بسیار میشوید. باز مثل پیشینه میشوید. سرکمیسرم ها؟ بله. در ماشین آقای میمدو میگفتی باز چی شد؟ راستش رو بگم کردی دراز کش؟ ایستید یک دقیقه. دراز کش گفته یعنی چی رو دارن زدوری؟ برای خیری. با کی دراز کش هم گفتنی بودم؟ من بالی گفتنی بودم. بس کن راگرد. نباشد زیری پا گرفته. با خدا من در اینجا خوبم. میخوردیم و مینوشیدیم. از آسمان نان آب میومد. با خدا من در اینجا خوبم. با راحت میباشم. رحمت کلام خداوند راضی باشد. من به هیچ جا نمیروم. نمیبرویم. نیازی او رو برار. نباشد زده میبرارم. سراغای خطاست خیری. تو بر این انسان ها را فاندی حق حیوانات نگاه بین میکنن. فهمه؟ سرکمیسر من از پلیس بودن نیازی دعواگر میباشم. او به شخصیت من حقارت کرد. من به شخصیت تو. دفشم تو رو نبینم. این چی گپ است؟ من به سودی بین المللی شکایت میکنم از بالای شما. برای چی این نابکار رو آزاد کردیم؟ برای چی؟ اقلا پیش از آزاد کردنش یک دو شپلاق میزدیم. نیازی های ایست. در درون بسیار خوب بود. اکنون من سرکمیسر یکیت رو از کجا میابم؟ خیر چارش رو میابم. ما برای چی این نابکار رو آزاد کردیم؟ برای چی؟ اقلا پیش از آزاد کردنش یک دو شپلاق میزدیم. برای یافتن یگید یگانه راه خیری است. آنها حتما مخفی و میخورند. آیا یگید سرکمیسر نمیداند که ما از دنبال خیری میشویم؟ این مراتب کار را جدی میکنیم نیازی. با خان گفتم دقت کند. عالی جناب، آرزو مثل خواسته‌تان که مینیک را به دام خودش افکند. مینیک با هیجان آمده گمان میکند که همه کار را خودش کرده است. بله این راه بهتر است.
بگذار همه را مثل خودش داند. عالی جناب، پس از پیسگار بر این سردار روی گردانیدن تا کدام درجه راست می باشد؟ میدانی که دادستان باز به وظیفه‌اش برگشته است. یگان راه یافته پیسگار را به محبس می کشد. این برای ما خوب می شود. وقتی که پیسگار را نیست می کنند، همه نقشه و عملیات ها را در سر او می زنیم. یعنی که گروهی ضعیف را پرتافته به جای آن گروهی نو را تشکیل می کنیم. همین خلقی شد شما مثل شیری سفید بگناه می شوید. فهمیدم عالی جناب، بسیار هم خوب فکر کردید. بتوانید روید. سلامت باشید. سردارم کتاب گفته‌تان رو آوردم. یک یگید بود. تشکر سلیمان. سلامت باشید سردارم. خوش آمدید نجیب سردار. بار دیگر خدا شفا دید. تشکر آقای داستان. کارش کردیم دو؟ گوگخان از دنبال خیری است. اگر با یگید واخرد با ما خبر میدهد. من به محکمه نامه نوشتم. برای آزاد شدن پیسگار و دیگران اعتراض بیان کردم. طلب دستگیر کردن آنها را محکمه و سود عالی قرار میدهد. انا این خبری خوب است. ممدو باگا خان زنگ زده، تلفن رو به من ده. فهمو سردار. کنی بینیم یگان نویگری هست یا نه؟ لبای سرکمیسر. گوخان من نجیب سردار. گوش میخونم سردارم. چیکار میکنی؟ پاییدن رو دوام ده. بله سردارم. خیری به مکانی که دیروز حمله کرده بودیم با اونجا اومد. با دقت باش تا اینکه تو رو نبیند. نه سردارم، از دنیا بخبر است. یگان وقت با گرد و اطرافش نظر نمیکند. یگان نویگری که شد با من خبر ده، فهمیدی؟ اطاعت سردارم. خدا کی کار میکند ها؟ این اکای یگی در حقیقت آدمی با عقل بوده است. تا با کی از پلیس گریخته عمر به سر میبریم؟ تا آن دمی که پیسگار را یافته نکشم، بعد خودم رفته تسلیم میشوم. یگان راه این کار را یافته اندازیم. لبه سرکمیسر این من خیری. برآمدی خیری؟ بله بله، با شما خبرهای مهمی دارم. مکان پیسگار رو یافتم. در کجا بوده است؟ وقتی که آمدم میگویم. شما در کجا هستید؟ در یگان مکان چرادن وا میخوریم، مثل بیکاز. مایلش سرکمیسر، مرا انتظار شوید. چی شد؟ خیری آزاد شده است. میگوید که مکان پیسگار را یافته است. بیا میرویم. سرکمیسرم، خیری از اینجا میبروید. سراسیمه برآمد.
ба гумонам ки бо йигит во мехӯрад. фаҳмо таъқибро давом деҳ. майлаш саркамисар. اکنون که پیسگاه را دیدم از پیشش گذرم یا از قفایش؟ سمی از قفایش آمدن گیر. پیسگاه رو دعوت کردی؟ در راه است. از ما شبه نکرد همین خیل؟ از سخنان شکرین من کی به شبه می آید سمیر؟ او همیشه به من باور میکرد احمقی نابکار. این باشه قابلیتی مخصوصی من است. عجبا عزیزه چیکار کرده است؟ ها یک زنگ زنم. سلام خانم، مهمان عالی قدرمان آمده است. حاضر به درون می درایم. بسیار خوب. نترسیده به اصول خودت کار را انجام ده. خودت خوبتر میدانی. یاردمچیان آماده خدمتند. از من منتظر اشاره. عالی جناب. خیر میلش به شما برای کار. میلش تا بازدید. اوه چقدر دسترخوانی زیبا. شیرمرغ نمیرسد. شنیدم که تو قهوه‌ای وند را دوست می‌داری. مرحمت شین. تشکری زیاد. قیماقی تازه بوده است. عسل هم تازه است. از رنگش معلوم است. برای شما تیار کردم. قیماق خورم وزنم زیاد می شود. تشکر. کم ترکک. خواطر نشوید، زهر ندارد. کم ترکک. کنی گیری کنی. بخیر است سرکمیسر. برای کشتن پیسگاه سر و لباس میگیرید. ایستید من از درون پرسم. شیمو کاستیوم برای شخصی میمردگی هم هست؟ این آدم هیچ گاهی وزن نمیشه. برادر در ماینه سری تو آب است. البته اکا جان، ماینه سر خودش از آب میشود. مثل روغن باید حرکت کند. شما یگان بار ماینه قاق رو دیده؟ بله دیدم خیری. حالا در خفای من بالای گردن تو ایستاده است. خیر میلش بالا با پسش. شما رو یک جا دیده خیلی خیستن شدم. دستت را گیر. گپ نزن. اکنون بگوی که پیسگاه در کجاست؟ به خانه سمی و چراغلو برای نانشته رفته است. من 500 لیره ضرر دیدم، اما خبر از منبع حقیقت آمده است. ما را گوش کن. یگان کس تو را نظارت نمی‌کند. مرا نظارت میکردن. اکای ثابت من در پس سرم هم دو چشم دارم. مرا نظارت میکنند. ماینه خشکت از سرت ماند خیری. مادامی که زیر نظارت نیستی پس داغ خان در اینجا چکار میکند؟ زودتر شوید. کمتر پس تمام مقامات امنیت به اینجا هجوم میکنن. بله با من اجازت. من میروم. خیری از آن سگانه محتشم سیومش به کجا میرود؟ چی؟ من گمان کردم که شما کار دارید. برای همین قدر چی کار کنیم بگید؟ کویس بینیم.
همیشه راهی حل وجود دارد. بله، حالا بیایم به سری مقصد. سبب دعوت کردن چیست؟ برای چی مرا جیغ زدی؟ کمی گپ داشتم پیکاس. اویدی مسئله های دولتی. مرحمت، گوش میکنم. با گمانم که ترکیه ایواز شده ایستاده است. اقتصادیات پر قوت می شود. اکنون در دنیا گپی ما هم می گذرد. بله، در حقیقت همین خیل است. افسوس که ما این را نمی کنیم. دیگران می کنند. پول را هم آنها جمع می کنند. خانم عزیزه، از شما یک چیز را پرسم. مرحمت. این جام چقدر پر است؟ نیمش. خطا کردی. همش پر است. نصفش از آب، نصف دیگرش از هوا. اگر آب را که ریزیم، هوا جام را پر میکند. من همین رو در نظر دارم. تغییرات از دیگر جای به وقوع می آید. مثلا 3 دسته فوتبال رو میگیریم. وقتی که کامیاب نشدن، بورس چمپیون شده جای آنها رو پر کرد. با من فرق ندارد. مان این بیچاره ها خرسندی کنند. برای من فرق دارد. این خیل کارهای میده عاقبت سبب پیشگیری کارهای کلان شده میتواند. یرتولوق گازی اولین قدم های دولت عثمانی ها را در بورس گذاشته بود. حالا دیگر آدم هم قدم های پرقوت خود را باز در بورس گذاشته است. آن تقدیری که برای آنها نوشته بودیم آن را عوض کردند. این مسئله جدی است. من فوتبال را ناز نمیبینم. برای احمقان است. 22 آدم از پای یک توپ میدوند. این کار دیوانه هاست. این کار نیست که واهمه‌اش کنی. نقض میبینی یا نمیبینی فرق ندارد، اما چمپیون شدن آنها به ما نشان داد که بعضا میلیون ها پول صرف کرده کارهایی که موفق نمیشوی شخصان دیگر با پول ارزان کرده میتوانند. حالا هم از فوتبال سخن میکنی؟ بله. اگر یک دسته 200 میلیون دلار صرف کند و چمپیون نشود، مخلصان سر یگان کس را میخواهند. این سخنهایت به من خوش نآمد. یگید از اینها چه خیلی خلاص میشویم؟ شما پروا نکنید، آنها را آواره کنید. من یگان خیلی فرصت یافته میگریزم. فهمو، اما چه خیلی؟ ای برادر، یک دقیقه ممکن تو را؟ باید اندازه پای تو چند است؟ 41. برای چی؟ عیناً مثل تو یک برادر دارم. التماس به من یاری ده. مایلش خوب شده است. بسیار خوب، رفتیم. رفتیم اکی صحبت. سردارم، خیری و یگید وا خوردند. در بازار بیکوز زودتر بیایید. مایلش کن تا آمدن ما تا از دنبال آنها باش. هرگز حمله نکن، فهمه؟ اطاعت سردارم. اگر خواهی که چمپیونی جهان از دست ما نرود، باید سرمربی دسته را عوض کنیم. نباشد 3-4 کودک دهاتی آمده از دستمون جام را میگیرند. این را کی میخواسته است؟ سردار میخواهد، مأمور میخواهد، مخلصان میخواهند. گروه سرمربی دارد. اگر او رود یاردمچیان او هم میرود. نه، یاردمچیش اولادان این کلوب میباشد. اگر سرمربی که رود به جای او کی میشود؟ البته که یاردمچیش. به فکر من وقتی که از یک دره میگذری نباید اسبت را عوض کنی. سرداران همیشه این سخن را میگویند. یک جا آمدیم یک جا میرویم. برای چی این قانون حالا عوض شده است؟ من این را نمیدانم، لیکن شرطنامه سرمربی که ها باز قطع شده است. حالا کار به عهده یاردمچیش افتیده است. اگر قبول کند
شما با سردارتون بگوید که یاردمچی این دسته دزدی مزار نیست. او خودش میفهمد. خدایا این کجا شد؟ اگر یاردمچیش وظیفه را قبول نکند متاسفانه شرطنامه او هم قطع می شود. مرا گوش کنید خانم عزیزه، من از سردار را می شناسم نه مخلصان را. به سردار بگوید که یاردمچی همراه آن آدم آمده است، باز همراه آن آدم می رود. فهمیدید؟ دیر مانده پیکاس. آن سرمربی زمانهای در فرودگاه دست بالای دست می شد، حالا باشد در تالار مسافران تنها می باشد. چی شد گاخان؟ با اون طرف رفتن سردارم. بیا از دنبالش میشه. راگر گاز رو زر کن. گپی که به تو گفتم به همه رسان. در آیین ما همدیگر را نمیفروشند. وقتی که شما در این راه می رفتید ما از اون راه بر می گشتیم. پسر آنها رو من کنید. فهمو سردارم. رفیقان پیش روی آنها رو میگیره. دقت باشه دیگه اینجا بوده است. از ماشین فرار. خیری این یکیت نیست؟ تو کیستی؟ شناس کنم سردارم. دلاور. صاحب دیگه در کجاست؟ نمیدونم. او را ندیدم. سردارم با خدا که او یگید بود. بسیار خوب. نرویم. آقای ممدو. خوش آمدید محترم عالی جناب. اکنون نجیب سردار گاخند را کمی سرزنش میکند. خیر چیکار کنم؟ دیگر علاج نبود. خوش باشید. مرحمت سردارم، مرحمت. ناگهان به سوی آنها حمله میکنیم. چاره دیگر نیست. خیر دیگر چیکار کنیم؟ خب رفیقان، برای این دعوتتان از شما قرض دارم. مرا نگران کرده سردارم. بسیار انتظار شدم. یک بار دیگر خوش آمدید.
این لایق شما نیست، اما بگمانم که دسترخوان به شما معقول شد. بله بله مرحمت سردارم. معقول شد معقول، لیکن دیروز به گوشم بعضی گپ ها رسید. آن سخنان کمی کیف و صفای مرا پراند. چه سخن ها بودن سردارم؟ خدایا گویا از من بیخبر با انجمن واخورده ای. امر و فرمان های ما را ویران کردن و به اینابت نگرفتن علامت خوبی ندارد. عالی جناب، من از شما بیخبر؟ میبخشید من نرفتم. این دروغی عظیم است. این تهمت میباشد. سردارم بیایید مانید این سخنهای دروغ پروغ را. مرحمت کنید گیرید، کمی دهانمان شیرین شود. کنی دهانت را کشا مینیک. آیا تو خانه سمی را میدانی؟ بله سردارم میدونم. نباشد گز را زیر کن. اصلا یک گپ را به شما گفتنی هستم. چه بوده است؟ بله، دیشب به نزد انجمن رفتم. گفتی که اینها دروغند. لیکن به خاطر شما رفتم. با آنها کمی صحبت کردیم. کدام مسئله؟ آید شما و ناکامیابی هایشون. چی میگویی مینیک؟ تو چی خیلی سخن کردی استاده ای؟ آخر حقیقت رو به شما میگویم. پیسگار سردارم حالا وقتی این نیست آقای پیسگار. این خودش چی گپ؟ دنیا چرخ میزند. متاسفانه وقتی که دنیا چرخ زند تغییرات میشود. مثل شما بر این آدم ها میروند. احمق، بیناموس، مرا فروختی. متاسفانه این را فروختن نه، بلکه تغییرات مینامند. آقای پیسگار پول خوب هم جمع کرده، براحت باشید. گبزن آخیر، گبزن، التماس گبزن. زودتر شو، پیسگار را میکشند. هر دوتان را کشته جسدتان را به لاشه خورها میپرتایم. این کارتان اکنون امکان ناپذیر است آقای پیسگار. تو را من به وای رساندم، من کلان کردم، من آدم کردم. مکافات من همین است. آقای پیسگار، این کارها را شما از من خوبتر میدانید. حیات از خیانت عبارت است. شما همزمانه به مرد ایوین خیانت کرده بودید. ترسم از آن روز که آید به سرم آمد به سرطان. تو خودت را که میشماری؟ تو را مثل حشرات زیر کرده میکشم. مرا شنیدی؟ این را دانسته گیر. از به دنیا آمدنت 1000 بار پشیمان میشوی. مینیک، اینها در چه خصوص گپ میزنند؟ نابود. حالا است در اینجا کارهای عجایبی میشود. نکنید محترم عالی جناب. چی خیلی که نباشد نفسهای آخران تا حال ایستاده اید. سلاحهایتان را گرفته اردشتان را کشه. مرا نمیشنوید. با شما میگویم آنها را کشه. شما به گمانم که تا حالا نفهمیده بند گردن شما را من و سمینه بلکه از بالا کشیدند. خودش چی گفت؟ چی کار میکنه؟ وای وای وای، اینها بزم را به من سر کردنی هست. مینیک باز انقلاب کردنی هست به فکرم. شیر بچه ها، سلاح ها را فرارید. تلفن شما زنگ میزند. مرحمت. جناب حادثه ناخوش می شود. عزیزه قصد کشتنی مرا کرد. با دقت شوید. شاید کایا مینیک به شما چاه تیار کرده باشد. اگر در راه باشید هرگز نروید، در حال برگردید.
دیر شد پیکس. زود باش پسگار را میکشم زود باش. اکنون شما به تلفن احتیاج ندارد عالی جناب جانم. پیکس شما را نجات داده نمیتواند. به هر حال اگر سخن آخران داشته باشد مرحمت، اگر نداشته باشد عالی جناب جان بردیم سرتان را. нӯшокиҳои хуштам аз ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди акваҷус, шарбатҳои шифобахш аз меваҳои тоҷикистон бо технологияи замонавии тетрапаки Шветсия, нархи арзон, сифати баланду лаззати бебаҳо.